سلام و وقت بخیر. در این برنامه به دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا میپردازیم و سیاست‌های خشن و تکراری آمریکا از قندار تا کاراگاس، دموکراسی ابزاری، قدرت اوریان و جهانی که به قانون جنگل نزدیکتر می شود. مرور همزمان به روایت‌های از افغانستان 2001 و ونزوئلای امروز. بیش از آن که یادآور دو بحران جداگانه باشد، پرده از یک الگوی ثابت در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا برمی‌دارد. الگویی که در آن دموکراسی یک شعار، حقوق بین الملل یک ابزار انتخابی و قدرت سخت زبان اصلی تعامل با جهان است. یادآور سایت الله ماره، رسانه وابسته به طالبان، درباره تلاش نیروهای ویژه آمریکا برای دستگیری ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، در روزهای نخست حمله به افغانستان، که به قول این سایت میگه که در 2021 قرار بوده که یک عملیات انجام شده در قندهار که میخواستن ملا محمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، را دستگیر کنند که این عملیاتشان موفق نشده. خب فارغ از درستی یا نادرستی جزئیات، یک واقعیت مهم را برجسته میکند: منطق و رفتار آمریکا تغییر نکرده، فقط میدانها و اسامی و روایت‌ها عوض شدند. شخصی سازی بحران، حذف رهبران به جای حل مسئله. در سیاست مداخله‌گرانه آمریکا، بحران‌ها اغلباً به یک فرد فروکاسته می‌شود. مسئله پیچیده، اجتماعی و تاریخی، رهبر مشکل ساز و بنبست سیاسی، دستگیری یا حذف یک چهره، بحران را ساختاری و عملیات ویژه در افغانستان علیه ملا محمد عمر گیره بحران معرفی می‌شود. در ونزوئلا، نیکولاس مادورو در موارد متعدد دیگر، رهبران یا فرماندهانی که قرار حذف آنها بود صلح و ثبات بیاورد. اما تجربه افغانستان، عراق و لیبی نشان داد حذف رهبران نه تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آنها را طولانی‌تر، رادیکال‌تر و کنترل ناپذیرتر می‌سازد. دموکراسی برای متحدان، زور برای مخالفان. آمریکا همزمان از دو زبان متفاوت استفاده می‌کند: زبان صلح و دموکراسی و حقوق بشر برای نیروهای همسو، تحریم و تهدید علیه امنیت و نظامی برای مخالفان. در ونزوئلا چهره‌های مانند ماریا کورینا ماچو به عنوان نماد دموکراسی و گذار مثل حامد امید برجسته می‌شود، در حالی که دولت مستقر با منطق امنیتی و نظامی غیر مشروع، سرکوبگر و قابل هضم معرفی می‌شود. پیام این دوگانگی روشن است. دموکراسی ارزش نیست، ابزار است. صلح پاداش اطاعت است، نه حق ملت‌ها. فروپاشی حقوق بین الملل، تولید قانون جنگل وقتی یک قدرت جهانی بدون اجماع بین المللی، بدون سازوکار قضایی فراگیر و با ارتکاب عملیات مستقل و نیابتی اقدام به دستگیری یا حذف بی‌ثبات‌سازی دولت‌ها می‌کند، در عمل اعلام می‌کند که قانون تابع قدرت است، نه محدود کننده آن. این همان قانون جنگل است که قوی‌تر تصمیم می‌گیرد، ضعیف‌تر توجیه می‌شود و عدالت گزینشی و سیاسی می‌شود. در خاورمیانه چند از این عملیات‌ها بسیار آزمایش شده که سال‌هاست که میدان چنین آزمایش‌ها قرار گرفته و این الگو، این سیاست، تغییر رژیم در عراق و فروپاشی افغانستان و جنگ بی‌پایان سوریه، جنگ نیابتی و تخریب سازی یمن و مدیریت بحران از دور بدون مسئولیت و دستاورد. دولت‌های ضعیف‌تر، گروه‌های افراطی‌تر و بی‌اعتمادی عمیق‌تر به شعارهای غربی امروز، ونزوئلا نشانه‌ای است که از انتقال همان الگو به آمریکای لاتین پیام روشنی به جهان دارد و که هیچ کس مسئول نیست. وقتی روایت قندار 2021 و کاراگاس امروز پیوند می‌خورد، پیام به دولت‌ها و ملت‌ها روشن است: مسئولیت رهبران پایان یافته، نهادهای بین‌المللی تضمین کننده نیستند و تنها زمان قدرت سخت جدی گرفته می‌شود. این پیام جهان را نظامی‌تر، بسته‌تر، بی‌ثبات‌تر می‌کند. از قندار تا کاراگاس یک خط ممتنع دیده می‌شود. آمریکا به جای حل ریشه بحران، رهبران را هدف می‌گیرد، به جای حقوق بین‌الملل قلدری مشروط‌سازی می‌شود و به کار می‌برد، و به جای صلح پایدار بحران دائمی تولید می‌کند. دموکراسی در این منطق نه یک ارزش جهانی، بلکه ابزاری برای فشار و یا حذف مهندسی سیاسی است. جهانی که با این رویکرد شکل می‌گیرد نه آزادتر است، نه امن‌تر، بلکه نزدیک به قانون جنگل است. تا برنامه دیگر، وقت شما بخیر. خدا نگهدار شما.